آیا هر آنچه می‌بینی حقیقت است؟ آیا صدایی که در سکوت میشنوی از درون تو نیست؟ آیا ممکن است روزی در جایی با کسی روبرو شوی که نه انسان باشد، نه جن، نه زنده، نه مرده، بلکه حقیقتی است در نقاب راز؟ در یکی از شب‌های خاموش بغداد، شبی که مه در کوچه ها می‌خزید و صدای اذان حتی در حافظه باد هم گم شده بود، مردی با ریش ژولیده و جامه‌ای ژنده به سوی قبرستانی متروک می‌رفت. پاهایش خاکی، اما قدمهایش محکم، گویی هر قدم او را به جایی نزدیکتر می‌کرد. نه مکانی در این دنیا، بلکه جایی درون خویش. او بهلول بود، مردی که مردم بغداد دیوانه اش می‌خواندند. اما هیچ کس جرأت نداشت از خود بپرسد چرا دیوانه ای تا این اندازه باوقار است؟ چرا هر جمله اش مثل چاقویی در پرده های دروغ فرو می رفت؟ بهلول کنار قبری نشست. نه برای عزاداری، بلکه برای گفتگو. با که؟ با خودش، با خدا، با مرگ، یا شاید با چیزی که عقل ظاهر نمی بیند. مه غلیظتر شد. شب سنگین‌تر و آنگاه صدایی برخاست. نه از بیرون، نه از پشت سر، نه حتی از درون. صدایی از بعدی دیگر. تو کیستی که با دلی زنده در میان مردگان نشسته ای؟ بهلول چشم گشود، اما نه از تعجب، از احترام، و گفت من کسیم که در میان زندگان مرده ای نیافتم. آمدم شاید در میان مردگان زندگی بیابم. صدا آرام خندید. از دل مه سایه‌ای بیرون آمد. قامت بلند، چشمانی درخشان و لحنی که بوی قرنها سفر را میداد. من لهور بن قابیلم، جن جستجوگر. 7 قرن است که در میان انسانها می‌گردم، نه برای ترساندن، بلکه برای یافتن کسی که جرأت داشته باشد به من گوش دهد، بدون ترس، فقط با فهم. بهلول گفت اگر دنبالم می‌گشتی، بدان که من هم در جستجوی تو بودم. نه تو را، بلکه چیزی که از پس تو پنهان شده، رازی که 1000 جلد کتاب را بی‌معنا می‌کند. جن گفت انسان در پی چیزی است که گم نکرده و در دلش چیزی دارد که هرگز ندیده. او عقل دارد، اما آن را به ابزار تبدیل کرده. دل دارد، اما آن را تماشا نکرده. تو اما راهی رفته‌ای که دیگران از ترس آن خندیده‌اند. بهلول لبخند زد. مرا دیوانه خواندند تا عقل خود را نجات دهند. جن گفت می‌خواهی چیزی ببینی که فقط یک دیوانه می‌تواند تحمل کند؟ بهلول گفت من آماده‌ام. جن دست در زمین گذاشت. از دل خاک نوری زبانه کشید. خاک ترک برداشت. از شکاف زمین آتشی عظیم زبانه کشید. این آتش از طمع انسان هاست، از هوس‌ها، حسادت‌ها، حرص‌های کوچک و بزرگ. قرن هاست خاموش نشده. بهلول نزدیک شد، نه با ترس، نه با دعا. ایستاد، به آتش نگریست و گفت اگر از درون من تغذیه می کنی، اینک فرو می نشینم. و آتش ناگهان لرزید و آرام خاموش شد. جن زانو زد. آهی کشید و گفت تو شایسته دیدن چیزی هستی که هیچ انسانی آن را لمس نکرده. او آینه‌ای بیرون آورد. شفاف اما نه معمولی. این آینه چهره نمی نمایند. نیتها را نشان می دهد. هر که در آن بنگرد باطن خود را خواهد دید. اما فقط کسی می تواند تاب بیاورد که از خود نترسد. بهلول نگریست. کودکی را دید. با فانوسی در دست. تنها در دل تاریکی، اما ایستاده. امیدوار. جن گفت آن فانوس خود تویی و آن کودک همان است که هنوز درون تو زنده است. بهلول اشکی ریخت. خوشا آن که کودک درونش را زنده نگه داشته. جن گفت این تازه آغاز است. آمده‌ای برای رفتن به جایی که ذهن خاموش می شود و دل سخن می گوید. بهلول گفت اگر دیدن حقیقت مستلزم مرگ ظاهر است، بگذار بمیرم. جن دست بر شانه اش گذاشت. ناگهان همه چیز ناپدید شد. بهلول چشم گشود و خود را در سرزمینی یافت، بی رنگ، بی صدا، بی زمان. هر چیز می درخشید، اما نه از نور خورشید، بلکه از آگاهی. در برابرش تالاری از نور بود. دیوارهایی که واژه نداشتند، ولی معنا داشتند. واژه ها حس می شدند، نخوانده. یکی از جنیان سپید گفت اینجا سرزمین دانایان است. آنانی که نه انسانند،
نه جن. آنانی که نمیگویند، نمینویسند، بلکه میزینند. در مرکز تالار آینه دیگر بود، نه شبیه آینه اول، نه برای دیدن، بلکه برای فراموشی. هر که در آن نگریست خود را فراموش کرد. بهلول ایستاد، نگریست و هیچ ندید جز نور. جن گفت تو خودت را ندیدی، ما تو را دیدیم. تو دیگر نه انسان هستی نه جن. تو دانا شده ای، دانا نه به دانستن بلکه به بودن. اما هنوز پایان راه نبود. شبی دیگر خواب او را به سرزمینی تاریک برد، جایی که جنیان سیاه منتظرش بودند. آرام، متین، بیکینه. ما نگهبان نیمه پنهان روح انسانیم. خشم، ترس، شهوت، حسد، انکار. ما دشمن نور نیستیم، ما سایه های اوییم. بهلول گفت اگر نور بدون سایه معنا ندارد، بگذار شما را نیز ببینم. او را به تالاری تاریک بردند، آینه سیاه، بی انعکاس، و بهلول در آن نگریست. زخمهایش را دید، ترسها، خشمها، حسرتها، وسوسه‌ها. اما نترسید، لبخند زد. من همانم که هستم و اگر نوری دارم از دل همین تاریکی برخاسته است. جنها خم شدند. انسان کامل آن است که با سایه خود در آشتی باشد. اما هنوز یک در آخر باقی مانده بود. در کوهستانی مه‌آلود جن دانا برای آخرین بار پدیدار شد. ای دیوانه دانا، وقت آن است که حقیقت نهایی را ببینی. اما بدان، آن که آن را ببیند دیگر نمیتواند به جهل بازگردد. اگر نور را لمس کردی، در آتش آگاهی خواهی سوخت. بلول لبخند زد. آتشی که از حقیقت آید بهتر از یخ غفلت است. دایره‌ای از نور گشوده شد. ستاره ها به زبان فراموش شده می درخشیدند. بلول وارد شد. زمان ایستاد. او خود را دید. نه با چهرش، نه با خاطراتش، بلکه با ذاتش. نوری ناب، حضوری خاموش اما عظیم. و صدایی گفت تو هیچ نیستی و همین تو را همه چیز کرده است. وقتی چشمانش را گشود دنیا همان بود، اما او نه. صبح روز بعد مردم بغداد خوابهایی دیدند، خوابهایی که بوی حقیقت میداد. نوری در دل تاریکی، سایه‌ای که چیزی نمی گفت، اما هرچه بود در نگاهش پیدا بود. بلول آرام در کوچه ها راه می رفت. هر کس به او می رسید بی هیچ سخنی حس می کرد چیزی درونش روشن شد. نه شعله، نه صدا، بلکه حضور. و هرگاه از او می پرسیدند ای بلول، در آنجا چه دیدی؟ او لبخند می زد و می گفت دیدن کافی نیست، باید نادیده شوی. و هرگاه کسی در تاریکی صدایی شنید، زمزمه آرام در دلش گفت شاید باید کمی دیوانه باشی تا حقیقت را ببینی. خب عزیزای دل، اگه این حکایت برات آموزنده بود، حتما کانال رو سابسکرایب کن و بزن رو زنگوله تا از حکایت‌های بعدی جا نمونی.